سلام بچه‌ها، خوش اومدید به چنل من. امیدوارم که حالتون عالی باشه و تعطیلات عید بهتون خوش گذشته باشه. بریم که این جعبه سحرآمیز رو با هم دیگه آنباکس کنیم ببینیم داخلش چی هست. بزن که بریم. از نوع بسته‌بندیش کاملا مشخصه که یه محصولیه که ممکنه که توی پست شکسته بشه، مثل لیوان، فنجون. حدس میزنید چی باشه؟ بله، محصولمونم دیده شد. خب بچه‌ها، این یه شات قهوه خوریه ولی جنسش اپیرکسه و نشکنه. ولی خب اینجوری بسته بندی کردن که خدایی نکرده داخل پست یه موقع خراب نشه، چون میدونید که داخل پست ممکنه که حالا بسته رو هم دیگه بیفته و یه موقع بشکنه. بچه ها، من این شاتخوری ها رو دونه‌ای 40,000 تومان خریدم که هزینه پستشم بسیار به صرفه بود، 30,000 تومان بود و اینکه جمعاً مجموع خرید من شدش 110,000 تومان و بسیار به صرفه بود برای من. از مشهدم برام ارسال شد. بچه ها، واقعا توی این شاتخوری ها خیلی قهوه میچسبه. به من که چسبید.